تاریخ باز هم تعداد مردگانش را رند می‌کند. چند هزار و یک نفر تبدیل می شود به چند هزار نفر و ما نمی‌دانیم که آن یک نفر آخر برای مادرش تمام دنیا بود. ما لابلای روزمرگی هایمان از آن سوی این صفحه های نورانی با انگشت فاجعه را بالا و پایین می کنیم، بیان که حتی رد خون روی صفحه هایمان باقی بماند. ما به ظاهر انسانها سرشدگان جنایاتی هستیم تکراری که با دیدنشان دیگر حتی ککمان هم نمی‌گزد. غزه مرز انسانیت است، جایی که بی‌تفاوتی ما به بهای سنگینی برای بشریت تمام می‌شود. غزه جایی است که مدرسه ها بیمارستان و بیمارستان ها قبرستان می‌شود. پرنده ها بر خاک می‌افتند و انسان ها پرواز می‌کنند و دیگران تماشا. جایی که تماشاگر گناهکارتر از جلاد می‌شود.